پنجم نفری را که پیامبر ما خورد، میگه دیدم در یک باغ یک مرد، میگه خیلی مرد زیشت هیکلی، میگه در کنار آتش بود، میگه یعنی در یک کنار، میگه نگاه کردم یک مرد که بسیار زیشت هیکل بود، بسیار بد بود، بسیار بیزیب بود و بسیار قامت بلند داشت و خیلی گویم که همین قوقا انداختگی و بسیار به هیبت بود. وقتی پرسیدم این کی است، گفتن که این گفتن مالک دوزخ است، یعنی رهبری دوزخ در دست همین است. گفتن همین است که مردم عذاب میتید، همین است که به مردم دیگر در دوزخ رحم ندارد. ششم، در باغ میگه مرد زیبای قامت بلندی را دیدم و همه کودکان میگه در گرد همون جمع شده بود، حتی کودکایی که از مشرکا بود. میگه وقتی پرسیدم این کی است، گفتن که این حضرت ابراهیم است. خیلی مرد قامت بلند زیبای، در گردش همه کودکایی که در کودکی از دنیا گذشتن در گرد این حضرت جمع شده بودند، خواه از مردم مسلمان خواه غیر مسلمان. پرسیدم، گفتن این جناب ابراهیم است. هفتم نفری را که حضرت میگه دیدم، نیمی بدنشان نیک، نیمی بدنشان زیشت. ببین، نیمی بدنشان بسیار بد بود، نیمی بدنهاشون زیبا بود و نیمی بدنهاشون بسیار بد می نمود. پرسیدم که اینها کیا هستند؟ گفت اینا در دنیا کسانی بودن که گاه کاری نیکی میکردن، گاه کاری بد میکردن. خداوند نصف بدنشون به خوبی و نصف بدنشون به بدی مبدل کرده بود. این بود برادران و خواهران خیلی گرامی، خواب 7 نفری را که پیامبرمون مقصد در شب خوابش دیده بود. از این لحاظ به همه شما گفتنی هم که آنچه فهمیدین، آنچه گوش کردین، حرکت کنین که از زمره این نفرها نباشین تا شما دنیا و آخرتان همه باطل و همه گویم از بین رفته است. الله عاقبت همه مانا بخیر، ایمانهای همه ما و شما را با سلامت نگه دارد. السلام علیکم رحمت الله و برکاته.